ассалому алайкум шунавандаҳои арҷманд. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ҳоло гуфтори 32-юмро аз рӯи китоби адабиётшиноси варзида ва мунаққиди барҷастаи тоҷик соҳиб Табаров зиндагиномаи Садриддин Айнӣ солҳои 1875-1899 дар қироати Абдурашид Хоҷамкулов бишнавед. از دلیل‌های مذکور معلوم می‌گردد که صدرالدین در دهه سوم ماه ایول و یا هیچ نباشد در یکی از روزهای دهه اول ماه اوگوست سال 1893 به هوش آمده از مرگ رها می‌یابد. میرزام مهربان در روز اولی هوشیار شویش او را یک پیاله شیرچای، بعد نیم کاسه شیرچای طعم نان تنوکی خانگی گرم قاق داشته، ثانی در روز دوم کمتر آب شوربای گوشتینی بی‌روغن پخته شده یک کف برنج داشته و در روز سوم به همان شوربا قدر نانی گرم قاق پاره کرده شده می دهد. همین طور میرزام صدرالدین را باز بعد از به هوش آمدنش یک ماه دیگر در خانه خودش نگاه می دارد و پس از تماما صحت و سالم گردیدنش به او اجازت می دهد که به حجره خودش به مدرسه آریمجان برگردد. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 7، صفحه 88. در سلامت ماندن صدرالدین و سید سراج الدین خواجه خدمت چی میرصالح مخدوم انسان پرور، چی پدری مهربانش میرزام و چی همه اهل خانواده آنها که هر دو ملا بچه یتیم را برادروار و پدروار تربیت کرده و به پناه و تربیه خود گرفته لطف و احسان، پرورش و پرستیش و نگاه و بین نمودند و آنها را با خوراک و غذا و طعام پرهیزی و طبابتی تأمین کردند نهایت بزرگ بود. بعدها عینی نقل کوتاه این مدد بی منت آنها را در رهاندن جانشان از مرگ از زبان دادرش سید سراج الدین خواجه و خودش این طور به قلم داده است. از روی گفتی دادرم در روز اولی بیماری و بیهوشیم میرصالح انسان پرور مرا در مدرسه نگذاشته، با دادرش به زنبر انداخته به حولیش آورده به پیش پدرش میرزام گذاشته است و دادرم را هم اینجا آورده است که در نگاه و بین من یاری دهد. از روی حساب آنها من 29 روز بیهوش خوابیدم. بعد از یک هفته که من قدر قوت گرفته بودم و خواستم به مدرسه روم، موی سفیدی پرشفقت نگذاشت. خود را کنده کرده نابود می کنی گفت و مرا باز یک ماه دیگر در خانه خودش نگاه داشت و دادرم را هم نگاه داشته از حالش خبردار شده ایستاد. همانجا جلد 7 صفحه 88. عمرو روزگاری میرزام مخدوم ابن میرعالم اراتپگی با 4 پسرش میر نظام، حاجی عطا، میر صالح مخدوم و میر همت با در یک شب و روز 14-15 ساعت کتابت نمودن میگذشت و رزق و روزی او
از همین کتابت بود. خلق و اطواری میرزا مخدوم با خصلت و کار و کرداری پدری صدرالدین سید مراد خواجه تا اندازه نزدیکی و شباهت داشت. عینی در این خصوص چنین نوشته بود: میرزام با ملاها بایها هیچ رفت و آمد نمی کرد. این گونه آدمان را بد می دید و از شیخها بسیار نفرت می کرد. به خانه او فقط خویشاوندانش مخدومان بیتل، لقب اولاد و اجداد سیرشماری میر عالم مخدوم اعلم که به سبب از اوراتیپه بیتل سوار به شهر بخارا در آمدنش بخاریان به او این لقب را داده اند، آمده می رفتند که او کلان سالترین این جماعه بود. از ملاها گاه تنها ملا رحمتی سرتراش به پیش او آمده می رفت که من با او به واسطه شریف جان مخدوم شناس شده بودم. صدرالدین عینی، کلیات جلد 7 صحیفه 92. چونین رفتار و کرداری مهربانه میرصالح مخدوم و میرزام مخدوم انسان پرور و همه اهل خانوار آنها با مناسبت نیکشان به ملا بچه صدرالدین و دادر او هزارها هزار آدمان دوران ما و آتی را سبق می دهند که خود را در روح شفقت و مهربانی نسبت به دیگران تربیه کنند. در مسئله فهمیش چگونگی آدمیت یا که هیچ نباشد، در مسئله انسان و انسانگری در پایه بهترین خصلت‌های چنین آدمان باشند. صدرالدین در آخر ماه سپتامبر سال 1893 با توسط مهر و شفقت اهل خانوار میرزا مخدوم تماما شفا یافته از حولی این آدمی نیک باز به حجره‌اش به مدرسه عالم جان برمی گردد. وضع عینی در سال تحصیلی 1893 1894. عینی از آغاز سال نوی تحصیلی 1893 1894 خدمت فراشی را در مدرسه عالمجان قطع می کند، چون که از یک طرف بعد از بیماری کاری فراشی برایش مشکل بود و قوتش نمی رسید که زحمت مشکلی جسمانی را بجا آورد. از طرف دیگر این کار برای خوانش و مطالعه و فعالیت ایجادی من بعدش خلل می رسانید. بعدها خود عینی سبب این را به طور ذیل شرح و توضیح داده نوشته بود: من بعد از به پای خیستن از بیماری فراشی را ترک کردم، چون که از یک طرف بعد از این بیماری سخت با آن کاری زور قوتم نمی رسید، از طرف دیگر درسم بسیارتر و زورتر شده بود که کاری فراشی به حاضر کردن و از خود کردن آنها مانع می شد. عینی، کلیات جلد 1 صحیفه 40.
به سبب آنکه در سال تحصیل 1892 1893 اکی صدرالدین در مدرسه بدلبیک نو در حجره قاری نورالله استقامت می کرد و در سال تحصیل 1893 1894 از آنجا به مدرسه میری عرب کوچید، قاری نورالله حجره اش را به صدرالدین و سید سراج الدین خواجه به امانت داد. در عین زمان در همین سال تحصیل 1893 1894 همان شریک درسی برادری کلانیش ظهور مخدوم از مدرسه بدلبیک نو در برابری به صدرالدین دادن حجره اش به او وعده می دهد که او را برای خودش آشپز قبول خواهد کرد و به دادرش سید سراج الدین خواجه هم یگان کار یافته می دهد. عینی این لحظه ترجمه حالش را این طور بیان کرده است: اما خدمت فراشی را که به کارهای درسیم بسیار خلل رسانده بود پرتافتم و با کوشش یک شریک دیگری برادری کلانیم ظهور مخدوم از مدرسه بدلبیک نو یک حجره یافته به آنجا کوچیدم. آن شریکی برادرم به من وعده داد که مرا به خودش آشپز می کند و به دادرم هم یگان کار یافته می دهد. همانجا جلد 7 صحیفه 104. همین طور ملا بچه صدرالدین بعد از شفا یافتنش سال تحصیل 1893 1894 را با استقامتش در مدرسه بدلبیک نو که همگی 35 حجره داشت آغاز می نماید. حجره او در مدرسه بدلبیک نو در بالای راهروی شمال غربی آن جایگیر بود که پیشتر در سال تحصیل 1892 1893 برادرش سید محی الدین خواجه تا کوچیدنش به مدرسه میری عرب در همین حجره 1 سال زندگی کرده بود. مدرسه بدلبیک نو گرچندی با اصول معماری عنعنوی مدرسه های بخارا ساخته شده باشد هم بنابر تنگیش در درون دروازه درآمدش میانسرایی وسیع نداشت و حجره هایش هم تنگ تنگ بودند. حجره خود صدرالدین باشد چنین شکل داشت. در گوشه شمال غربی آن مدرسه یک راهرو بوده، از وی به طرف خلاجا گذشته می شد. حجره‌ای که برای من نصیب شده بود در بالای همین راهرو بوده. دری درآمدش به طرف پشت 8 زینه بالاتر از زمین گشاده می شد و در طرف درونی مدرسه یک دریچه کاغذگیرک داشت که به درونی حجره روشنی از آن می افتاد. در این حجره نه آتشدان بود و نه جای دستوروشویی، اما این حال برای من آنقدر اهمیت نداشت، چون که من در حجره خود آش نمی پختم و دست و روی را برآمده در روی مدرسه شستن ممکن بود. برای من دشواری در اینجا آن بود که بر روی حجره راست گشته نمی شد. از در خم شده در آمده و در روی حجره هم خم شده گشتن در کار بود. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 7 صحیفه های 104 105. این حجره نوکوچی صدرالدین در مدرسه بدلبیک نو ماری قاری نورالله نام نماینده ملاهای بخارا بود. قاری نورالله به هوس درسگویی افتاده این حجره اش را به ملا بچه صدرالدین به شرط به اجاره می دهد که شاگردی او شدن را به عهده گیرد و در نزد او درس خواند. بنابراین می نویسد عینی: من از همه پیشتر در پیش او درسی مختصری وقایه را سر کردم که در مدرسه های بخارا درسی از همه بی اهمیت تر بود. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 7 صحیفه 105.
جمله های بالا از راست و حقیقت گویی، بی کم و کاست نشان دادن جای و مکان، وقت و زمان، حجم و سطح، پست و بلندی مدرسه بدلبیک نو، از درک درست و واقعی موقع آن و غیرها گواهی می دهند و دلالت می کنند. هر یک جزئی را که عینی در اینجا به خاطر می آرد، حقیقتی بی بحثی می باشد که آن را با هیچ راه و اصول و واسطه رد کردن ممکن نمی شود. صدرالدین ملا بچه در همین حجره خواندن یکی از درسهایش را که درسی مختصری وقایه بود در نزد همان قاری نورالله آغاز می نماید. از اصول و اسلوب و رویه درسدهی قاری نورالله معلوم می شد که او شاگرد را محض بهر خودنمایشدهی و در نام داشتن شاگرد می جسته است و قبول می کرده است تا که به دیگر ملایان نشان دهد که گویا او قابلیتی معلمی دارد. در اصل قاری نورالله هیچ گونه سواد قضایی نداشت. کسب اساسی این آدم می نویسد عینی قاریگی، قرآن فروشی بوده، خط نستعلیق خوبی داشت و به این واسطه به خود شاگردانی خط مشق کننده قبول می کرد. همانجا جلد 7 صحیفه 105. قاری نورالله مختصری وقایه را تعلیم داده نمی توانست. کار حتی تا به جایی می رسید که خودی قاری نورالله اعتراف می کرد که خودش درسی می گفتگیش را نمی داند. او به نادانی خود نیز اقرار بود و هیچگاه در این مسئله و مثل بعضی دیگر ملا تراشانی بی علم، بی دانش و بی عقل و جاهل دروغ نمی گفت. عینی آن روزها و ماههای تحصیل و تعلیم خود را در سال تحصیل 1893 1894 در نزد قاری نورالله در هنگامی از او آموختن درسی مختصری وقایه، مختصر الوقایه به طور ذیل به خاطر می آرد. او درسی را که می گفت نمی دانست، اما به ندانستن خود روی راست اقرار می کرد و مانند بعضی ملا تراشان جاهل در جهل مرکب نافتاده بود. ندانستن خود را ندانستن جهل مرکب است. در وقت درس اگر من از وی یگان چیزی به درسم آید را پرسم، ای برادر، این گونه مسئله ها را از یگان کسی دیگر پرس، برای من نامی شاگردیت بس است، از من آموختنی چیزی را امید نکن، می گفت. صدرالدین عینی، کلیات جلد 7 صحیفه 105. صدرالدین در همین سال تحصیل 1893 1894 در مدرسه بدلبیک نو به برادران ظهور مخدوم که شریک درسی برادری کلانیش سید محی الدین خواجه بود و برادری سیلکسلش علام مخدوم که هر دویشان در آن مدرسه در حجره های خود میزیستند و هر دو هم خیشانی دور و هر دو شاگردان عبدالله خواجه تحسین بودند خدمتگاری می نمود. به آنها هم آشپزی و هم جامه‌شویی می کرد. در همان سال تحصیل 1893 1894 خوجین صدرالدین ظهور مخدوم سید سراج الدین خواجه را به حوری برادری کلان عبدالله خواجه تحسین که اولین بار با او در حوری شریف جان مخدوم شناس شده بود به حوری قاضی معزول گردیده قاضی جان مخدوم به دستیاری میماند. خودی عبدالله خواجه تحسین صاحب حوری خصوصی خود نبود و با زنش و دادر عروسی زندارش در همان حوری برادرش
قاضی جان مخدوم زندگانی می کرد. به سبب آنکه اهل خانواده طبیعتاً آدمانی کم بضاعت و کم درآمد، بیچاره و شکست نفس و خاکسار بودند، دستیاری این حولی سیر آدم به سید سراج الدین خواجه آنقدر وزنینی نمی کرد. طعام را با این قاضی با معرفت و دانشمند می خورد. آنها برایش لباسش را نیز می دوزاندند و جامشویی هایش را نیز برای او در قطار جامشویی های خودشان به جا می آوردند. سید سراج الدین خواجه نوسواد و نودرس خان در حولی همین قاضی جان مخدوم در پیش عبدالله خواجه تحسین درس‌های ابتدایی مدرسگی را می‌خواند و از بر می‌کرد. خود قاضی جان مخدوم قاضی در عین زمان سید سراج الدین خواجه را خط مشق می‌کنند و با همین منوال او نغز خط و سواد برآورد و نغز با سواد شد. عینی در اساس چنین معلومات‌های ترجمه هاری با آیندگان خبر می‌دهد که حولی قاضی جان مخدوم و اولاد و اجداد و اعقاب او مخزن شعر و ادبیات و کتاب و رساله‌های گوناگون و مختلف دایر به بسیار ساحه‌های علم و معرفت و مخصوصاً آثار ادبی و بدیعی از جمله اشعار شعرای فارس تاجیک بوده است. به سبب آنکه این حولی به نام شاعری معروف آخر عصر 19 عبدالله خواجه تحسینی اوراق و اهل بیت وی سخت علاقمند و وابسته و پیوسته بود، اینچنین به وجه آنکه زن همین عبدالله خواجه تحسین دختری شاعری نامدار و معروف و مشهور عبدالقادر خواجه سودا تقریباً 1823-25 1873 بود، در هر گوشه آن حولی سخن از علم و فن، ادبیات و صنعت و شعر و شاعری می رفت. از جمله قرائت و مطالعه شعرها از بیاض و دیوانها، کلیات و مجموعه های شاعران گوناگون در این حولی تیز تیز به گوش می رسیدند که صدرالدین بعد از به نزد دادرش آمدن به آن حولی از استفاده این مخزن بی بها، بی نصیب و بی بهره نمی ماند و با آنها فراوان شناس می شد. از جمله در دست زن عبدالله خواجه تحسین دختری عبدالقادر خواجه سودا بیاض کلان پدرش سودا محفوظ بود که صدرالدین در هنگامی به حولی عبدالله خواجه تحسین در روزهای تعطیل آمدنش و اگر وقت یابد در دیگر روزها آن بیاض سودا را مطالعه می کرد. عینی در این باره این طور نوشته بود: زن عبدالله خواجه تحسین دختری شاعری مشهور عبدالقادر خواجه سودا بوده، بیاض کلان سودا هم در دست او بود. من هم روزهای تعطیل اگر وقتی یابم به خانه آنها رفته آن بیاض را مطالعه می کردم. صدرالدین عینی، کلیات جلد 7 صفحه 107. گرچنده حالا دقیق و روشن معین کردن مشکل است که عبدالله خواجه تحسین به این ملا بچه کدام کتاب‌های ادبیش را به شرطی در خانه خودش نشسته مطالعه کردن می‌داد،
ولی از روی ژانر و نمودهای ادبی، سبک و اسلوبی من بعده اشعار خود عینی، از میل و ذوق ادبی و استتیکی و پویتیکی و شکلی شعرهای خود او، از روی پیرویش با آثار این و یا آن سرآمد نظم کلاسیکی فارس تاجیک معلوم می گردد که او از کتابخانه بای عبدالله خواجه تحسین بیشتر با آثار حافظ، جامی، کماری خوجندی، سعدی، بیدل، صایب، فردوسی، نظامی، خسروی دهلوی و شاعرانی هم اسلوب آنها شناس گردیده بوده است و تذکره ها، رساله ها، اثرهای تاریخی و مانند آنها را مطالعه کرده و آموخته است. صدرالدین ملابچه در حوری قاضی جان مخدوم در هنگام صحبت و ملاقات ها با عبدالله خواجه تحسین نه تنها با بیاض کلان عبدالقادر خواجه سودا بلکه با آثار بزرگانی گذشته و کتاب‌های ادبی کتابخانه شخصی و مثل کتابخانه قاضی شریف جان مخدوم غنی خود عبدالله خواجه تحسین شناس می شود. فکر و عقیده های مفید خود او را درباره ادبیات بدیعی، میراث گذشتگان و شعر و شاعری می شنود. در عین زمان او در همین جا نقل و حکایه های پسری عبدالقادر خواجه سودا را که او را با عنوان احترامی اکا ایشان نام می گرفتند و او دادر عروسی عبدالله خواجه تحسین بود، بعضی لحظه های زندگی عبدالقادر خواجه سودا را می شنود. عینی بعدها چندی از این نقل های اکا ایشان را درباره پدرش عبدالقادر خواجه سودا در یادداشت‌ها به خاطر آورده منظور خوانندگان گردانیده است که آن معلومات‌ها برای ادبیات شناسان درباره حیات و ایجادیات سودا اخباری مفید داده می‌توانند. ولی او افسوس می‌خورد که مخصوصاً از بیاض عبدالقادر خواجه سودا که حالا در زمان ما در کجا محفوظ بودنش و یا تماماً نابود شدنش معلوم راقم این سطرها نیست، برای خود چیزی را نوشته و روبردار نکرده است. حالان که از روی تأکید عینی در آن بیاض سودا بعضی پارچه های هجوی تیز و تندی اجتماعی و تنقید احوال زمان کم به نظر نمی رسیدند. بعدها عینی این پشیمانی و ندامتش را نسبت به خود درباره ننوشتن آن حجاب و حجوهای آبدار و نمکین پرمضمون از بیاض سودا در یادداشت‌ها با جمله‌های ذیل افاده کرده است. افسوس که من در آن روزها بنابر تنگی وقت از بیاض سودا چیزی را نوشته گرفته نتوانستم و فقط به مطالعه سرسری قناعت کردم، وگرنه در آن بیاض حجوهای پرمضمون اجتماعی بسیار بودند که سودا با آنها احوال زمان خود را شرح داده بود. کلیات جلد 7 صفحه 109. شما گفتار 32 را از روی کتاب ادبیات شناسی ورزیده و منقد برجسته تاجیک صاحب تبرف زندگی نامه صدرالدین عینی سالهای 1875-1899 در قرائت عبدالرشید خوجمقولов شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید.